عملیات اکسپنشن تیوبینگ بویلر در واتر درام به وسیله این اکسپنشن و این روش لوله های وارد شده به هدر منبسط و باز میشن تا توی شیارهایی که میبینید، تک شیاری که در این اوپنینگ ها وجود داره میشینه و نشست میکنه و کار آببندی رو انجام میده بدون دخالت یا اعمال توشکاری. همین روش هم در استیم درام، یعنی درام فوقانی بویلر انجام میشه، با این تفاوت که اوپنینگ های استیم درام دو شیاره هستن. اوپنینگ های واتر درام تک شیاره هست. اوپنینگ های استیم درام دو شیاره است. دونه بدونه این لوله هایی که وارد واتر درام شده به همین شکل عملیاتش انجام میشه. در نهایت که مجموع این خطوط و همین روش اکسپند شدن، کل مجموعه را تحت فشار قرار میدن، استیم درام و واتر درام، و اگر نشتی احتمالی وجود داشته باشه دوباره این عملیاتش انجام بشه و نشتیش در نهایت برطرف بشه. کاری بسیار شاق و در شرایط نامتعادل. تیم راه اندازی سپکو، سایت پیشگامان سیراب، اتوپالایش پیشگامان سیراب.